سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همصنفیای عزیز در سراسر کشور. ما اینجاییم در غرفه ایدئال دوربین و در خدمت جناب آقای عمران قاسمی مدیریت محترم این مجموعه در نمایشگاه مدیا اکسپو که در برج میلاد در حال برگزاریه. ایشون و مجموعهشون قطعا برای همه شناخته شده است، ولی دوست دارم ایشون خودشون هم معرفی بکنن و خدماتی که ارائه میدن. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما دوست عزیزم. من قاسمی هستم، در واقع مؤسس شرکت ایدئال دوربین. ماهیت در واقع شرکت ما بحثمون خدمات هستش و به مانند سالهای قبل حالا تلاش کردیم که توی نمایشگاه در واقع این حضور رو داشته باشیم و یه سرویس متفاوت که رضایتمندی برای مشتریای عزیزمون باشه و تلاش کنیم حالا دوستایی که از شهرستان میان با حداقل تایم حالا یک خدمات ابتدایی بدیم، ولی در طول این مدت که در واقع بچه‌ها 3-4 اینجا بودن مقرر شده که اگه دوربین در واقع تعمیری هم بود به بخش فنی اون مراجعه بکنن و اون تخفیفات و اون مواردی که در واقع طبق قرارداد با در واقع مؤسسین خود در واقع این نمایشگاه انجام شده به وجود بیاریم و تلاشمون این باشه که در سطح همین برند ایدئال که رضایتمندی در واقع سطح تهران داره تو اینجا هم دوستای عزیزمون در واقع با این برخورد داشته باشه. خیلی عالی. یه سوالی که خدمتتون دارم، شرکت ایدئال هم بحث فروش داره هم بحث خدمات. دوستان اگه بخوان خریدشون رو انجام بدن از کجا باید اقدام بکنن که مستقیم از خودتون خریداری کنن؟ والا جدیدا مقرر شده که شرکت در واقع بیاد تو حوزه فروش دیگه خودش مستقیم این کارو انجام بده. بله. حالا این بحثو با یه دونه از بانک‌های معظم در واقع ایران یک قرارداد یا فی ما بین بستیم که اگه خدا بخواد بتونیم به صورت اقساط این اتفاق بیفته. بله. با حداقل در واقع سودهای بانکی که مقرر شده در واقع انجام میشه. یعنی ما علاوه بر اینکه بحث فروشمون در واقع تو سیستم برقرار هست، بخش فروشمون هم به امید خدا داریم انجام میدیم که مستقیم یه پل ارتباطی بین خودمون و مشتریای خاص. خیلی عالی. یکی از بحثایی که حالا دوستان من فکر می‌کنم از صبح من اینجا هستم و یکی از شلوغ‌ترین غرفه‌های نمایشگاه بودیم. دوستان اگه وقت نکردن اینجا حضور پیدا کنن کجا مراجعه کنن؟ حالا قرار شد، حالا چون یک سری از طیف مشتریامون بچهای شهرستان هستن که زحمت کشیدن اومدن، مقرر شدش که در واقع بخش فنیمون مراجعه بکنن همین مواردی که اینجا از جمله سرویس‌های رایگان، پیکسل سوخت خدمات و تعمیرات رایگان که گفتید تا روز دوشنبه هم در واقع ما این کارو برای دوستای عزیزمون انجام میدیم. خیلی عالی. دست شما در نکنه. مرسی که در این مسابقه شرکت کردید.